جبوی گنگشکرنا دوسیا سوریه شانده نافدولتی تایبت بو سوریه گهشت طهران پایتخت ایرانی لگل وزیر درویه وی ولاتی رجویا. وزارت درویه ایران درباره جوینا ناورا شانده نافدولتی تایبت بو سوریه وزیر درویه ایران را دخویان یک بلاف کرد. دیدار گهاند که دوه گربدرسون شانده نافدولتی تایبت بو سوریه گهشت پایتخت ایرانی و لگل محمد جواد ظریف وزیر درویه ایران رجویا. چندین مجارن گریدایی روشا سوریه بگشتی گوتو بیش کرن. لگوری داخویانیا وزارت درویه ایرانی کود جوینه ده بدرسون و ظریف لسر پروسه سیاسی و داوین پیشاتین روشا سوریه راوستیان به هرگولی افدوسه گوتو بیش کرن. اروها داخویانی دا دیار کرنجی ده جوینه ده وزیر درویه ایرانی دا خوازا را کرنا سزاین که لسر رژیم اسد هاتن سپاندن کر و گوت ده سالین در باسپوی ده هند در فتن گونجاو لسوریه پیدا بون جبوی بداوی آنینا کریزا سوریه لأو یک جعالیه هن ولاتان و هاتن تک برن. همان داخویانی سربار کرو گوت جی جعالی خواه بدرسون ظریف آگه دار کر لسر پیشاته این کاری کمیته دستورا سوریه یا پیش روژه و هولدانن وی جبوی لیدارخصنا جوینا بی. بریا دو روژانجی بدرسون لموسکو پایتخت روسیه به سرگی لاوروف وزیر درویه روسیه را جوینکن جام دابو. هر دو آلیان به هرگولی دوسیا کمیته سوریه یا نو و داوین پیشاتین روشا سیاسی و میدانی لسوریه گوتو بیش کرن. بریاره گرا چارم جوینن کاری کمیته دستور سوریه یا نو دداویا وی مهیده لجنیف وره لیدار خستن و بودما 4 روزان بردوام بکه.